بیاین مولوی صاحب نام خدا یک جای ما را آوردین که تمام ایدن شمال ببینین، کودامان ببینین. میگفتن سابقا اتو دیوارای بود که سرش یک موتر میرفت. واقعا کم رقم از این قدر صحیح نرسیده است، وگرنه توتا بسیار خوب رنگ داشتن باشن، سرخ میگردن. به نام یاد خدا. سلام افغانستان، شرق است، خوش آمدین، خوشگل دزلر. درود بر تمام شما هموطنان عزیزم. آرزومند هستم از هر گوشه که ما را بیننده هستین جور، صحتمند، سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطندارای عزیز، خوش آمدید به برنامه قریه به قریه. شما شاهد هستین که ما در برنامه‌های گذشته به قریه‌های بسیار دور رفتیم و از رسم و رواج‌های مختلف به شما تصویر کشیدیم که وطندارای ما در هر نقطه رسم و رواج‌های بسیار متفاوت داشتن. امروز به یکی از گوشه کابل نازنین ما آمدیم به ولسوالی کلکان و به قریه حبیب الله خان کلکانی. می‌خوایم بریم در این قریه قدم بزنیم، از رسم و رواج این مردم آگاه شویم، ببینیم چگونه رسم و رواج دارن. چون کابل از ما رسم و رواج‌های دوردست‌ها را دیدیم که جاهایی بودن که مردم پکولای بسیار متفاوت می‌ماندن، لباس‌های بسیار متفاوت می‌پوشیدن. امروز میریم می‌بینیم که کابلی‌های عزیز ما چگونه رسم و رواج دارن و ای که وقت میوه هم است. اگر فرصت بود امروز یک میوه خوری هم میکنیم. کافی است که تا پایان قسمت برنامه قریه به قریه ما را همراهی کنین و از دیدن برنامه لذت ببرید. خسته نباشین، سلامت باشین، چه حال دارین؟ آرام هستین؟ خیرت است؟ ملک صاحب سلام، خسته نباشین، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر، چه حال دارین؟ آرام هستین؟ این وسط تون مرا جای میتین؟ مهربانی ببخشید بسیار زیاد. ملک صاحب خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شب و روز بخیر آمده. شما خوب هستی؟ خیر سلامت باشید. شما خوب هستین حاجی صاحب؟ بخیر و سلامت باشه. صفا آورده، خوش آمده به ولسوالی مردخیز کلکان، به ولسوالی مهمان نواز کلکان خوش آمده. سپاس از برنامه تلویزیون طلوع که ما را مینوازانن و این آثار باستانی و منطقه مردخیز و سرزمین مردخیز به تصویر میکشانند. یک تشکر، بخیر باشید. بسیار خوب. ما امروز آمدیم حاجی صاحب و ملک صاحب که زیبایی های قریه تان به تصویر بکشیم، از رسم و رواجتان بدانیم. نظرتان چیست که ما تو آیسته آیسته قدم بزنیم در این قریه بزرگ، از زیبایی های از این قریه بر ما نشان بدین، از رسم و رواجتان قصه کنین بر ما، از جاهای تاریخی که دارین و میگن که وقت میوه است. اگر فرصت بود ان شاء الله بزاوده آخر یک میوه خوری کنیم. نظرتان چی است؟ ان شاء الله که موافق هستیم. خب از خیر بفرمایید کدام طرف بریم؟ همین طرف بریم. بخیر. اینمی منطقه را که شما میبینید اینی برج، یعنی برج ای به نام قلعه عظیم نام داره. یعنی برج از امیجا شروع می، یعنی یک مسکن و خانه امیر حبیب الله خادم دین رسول الله هم در امیجا است. از امیجا آغاز کلکان زیبا از امیجا شروع میشه دیگه. خیر خلاص دیگه. مسکن کلکانی صاحب امیجا بوده؟ بالکل امیجا بوده. سمی قلعه تاریخی را که میبینید، این برج تاریخی را بسیار در داخل خود به اثر حوادث روزافزون زمان و به اثر بمباردمان و ایتو خمپاره ها یا خراب شده است. خب این در وقت خود یک چیز تاریخی بود و حال هم بنابر چقدر حوادث تاریخی جایگاه خود داره و استواری خود داره که نه به تصویر میشه که بکشانشو ببینه. اینم جایی. مبارک صاحب، داخل از این برج فعلا کس هم هست؟ کس زندگی میکنه؟ نه، کس زندگی نمیکنه دیگه. یک فامیل زندگی میکنه. یک فامیل. حتما حویلی کلان است. بسیار کلان حویلی است. از داخلش ما دیدن کرده میتونیم ملک صاحب؟ بله. خب اگر امکاناتش باشه یک دفعه داخلش هم ببینیم، برای وطنداران نشان بدیم. درست است؟ هموطنان عزیز، شما در تصویر میبینید در جایی که ما ایستاده هستیم گفته میشه که 200 سال پیش این اینجا آبادی شده بود و فعلا هم آثارش به چشم دیده میشه که بعضی از دیوارها یا از دیوارهایی که دیوارهای خانه بوده اونمو چپه شده با اینمی مرور زمان و حالا باقی مانده بسیار از جا. خب مبارک صاحب، از این بگو بر ما که بعد از این کجا میریم؟
بعد از این میریم به یکی از جاهای تاریخی و یکی از مزارات اولیای کرام که او خواجه میر عبدالصمد ولی علیه الرحمت نام داره که یکی از جاهای دیدنی است و مرقد از او را، مسجد از او را، ما حول و دور و بر زیارت مبارک از او را به تصویر میکشانیم که بیننده های ما را، هموطن های ما را خوش بسازد ان شاء الله. ملک صاحب و ایرانه ها میریم به طرف یک سرسبزی و آبادی و یک شادابی می رویم. ملک صاحب بله. یک رقم خسته معلوم میشی. نیستم خسته. هفته خو نزده. نه گرمی هم نیستم روزا. خاطر بخی جمع باشه. از همون خاطر گفتم ملک صاحب دور رفته، یک رقم دور روزی کرد. خب هموطنان عزیز، به هر صورت شما یک چند تا تصویر از این منطقه ببینین. ان شاء الله در ادامه برنامه میریم جاهای خوبتر و بهتر دیگه هم هست که به تصویر بکشیم. با ما باشین. ما اینجا جوانا، دیگه نوجوانا جمع شدن. سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر خیال داره. سلام. خسته نباشین. سلام. خسته نباشین. سلام. و علیکم السلام. مانده نباشین. یا با پذیرایی ما آمدن اینجا. سلام. اینجا مرا یک دقیقه جای میتین که بشینم. تیم پالیتون بین شما هم در پالی ما بشینیم. بین که تازی بچه‌ها بشینیم. خو مبارک صاحب ببخشید بسیار زیاد معذرت میخوایم که تیم بچه‌ها خواستم یک دو کلام صحبت کنم. خب بچه‌ها کل شاگردای مکتب هستند. دیگه بچه‌های بسیار با استعداد، بچه‌های با پرتوان، پرتلاش، دیگه شاگردای مکتب. یعنی اونو شاگرد ما را که می‌بینی اونو بچه بسیار خوش صدا و خوش آواز و البته سرتیم ترانه است. خب بر ما ترانه میخونه که دیگه اگه که بخوای یک زمزمه بکنه در وصف مادر یا در یک چیز بسیار کدام لالای ما سمیع الله جان بیا تو شما یک ذره اون طرف بشینید. سمیع الله جان بیا در پالی ما، بیا تو اینجا بشی. سمیع الله جان چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان و جور است. شکر فضل. میگه خوب ترانه میخونی؟ رئیس. یک ترانه خوب با ما بخوان. صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. نام تو را شنیدم، وصف تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثال تو ندیدم. شاه رسولان تویی، محبوب سبحان تویی، خادم تو جبرائیل، صاحب قرآن تویی. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله. کاش که بینم روی تو، کمان ابروی تو، خوشبو مشامم شود ز عطر گیسوی تو. مسکن تو مدینه، مدفن تو مدینه، از گل روی تو شاد گلشن تو مدینه. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله. تشکر از توجه. ماشاءالله 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 ماشاءالله. چی خوش صدا، چقدر مقبول. بسیار زیاد تشکر. خیر باشی. سلامت باشی. همیشه هم تو کامگار و موفق باشی. خیر ببینید. وطندارای عزیز، شما یک چند تصویر از این بازار ببینین، از این جایی که ما ششتیم. در ادامه برنامه همراهیتان خواهان هستیم. مبارک صاحب. بله صاحب. آیسته رسیدیم بخیر.
آهسته آهسته رسیدیم به آرامگاه حضرت خواجه میر عبدالصمد ولی نعلی پوش رحمت الله علیه که میبینیم از داخل مرقد مبارکه یک مسجد بسیار بزرگ تاریخی داره که گنجایش خیلی نمازخانه را در خود داره. دیگه جاهای دیدنی و تاریخی خود داره. انشالله میریم از نزدیک میبینیم. بسیار خوب. بیاین که بریم هم تا آهسته آهسته خیلی داخل بریم. سلام علیکم. نام خدا مبارک صاحب، چه یک فضای آرام است اینجا. این باغچه توت هم است اینجا، درختای توت هم زیاد است. باغچه توت بسیار درختای خوب است. درختای توت بسیار یک جای سرسبز و خوشایند و دیدنی و همونطور دیگه تفریحی است. این پنجره چنارا چقدر مقبوله. این قدامت از این پنجره چنارا براتون معلوم نیست که چقدر وقت میشه اینجا؟ بهتر میدانه که خدا میدانه چقدر میشن. اگر یار قیاس به قدامت تاریخی حضرت خواجه میر عبدالصمد ولی علیه الرحمت بکنیم که قدامت تاریخی از این نزدیک به 400 سال است. دیگه اگر این اینطور حدس بزنیم بگوییم که دمو دوران یا غرس شدن اینجا شانده شدیم، این گفته میتونیم که 400 سال است، چون که قدامت تاریخی خواجه میر عبدالصمد ولی رحمت الله علیه 400 سال به می نزدیک به 400 سال است. 300 سال بالا نزدیک به 400 سال است. دعا کردیم، مبارک صاحب از زیارت هم دیدن کردیم، اما تو آیسته آیسته برایم بیرون یک کم معلومات دگام از پیشتان میگیریم انشالله. باز بعد از او که کجا میریم انشالله باز بر وطن دارم. خیلی بسم الله کنیم اما تو بریم بخیر. وطندارای عزیز، تشکر خاص از تمام شما عزیزانی که تا دم ما را همراهی کردین. شما زیارت خواجه صاحب دیدین. ما برآمدیم اینال انشالله گوشه های دیگه از این قریه را به تصویر میکشیم. مبارک صاحب اگر شما نکنیم اینجا داش است. بله داش نانپزی است. دیگه امازای جان هونه مصروف نان پختن است. استاد احمدزی. اجازه تان است همراهشان صحبت کنم؟ خیمه داخل میرم یک بار ببینم. استاد اجازه است؟ سلام علیکم، خسته نباشین. سلام، چطور هستی؟ سلام. استاد احمدزی خوب هستی انشالله؟ صحت داری؟ زنده باشی. شب و روز بخیر میگذره؟ قربان زنده باشی. میگذره دیگه. شکر. چی حال داری که گرمیا؟ از خوب است. یعنی تابستان که میشه دیگه هوا که گرم میشه کار شما یک ذره سخت میشه. در زمستان باز خوب کارتان جور است. خوب است دیگه. شکر است. آدم زمستانش هم تابستانش هم چه کنه. روز چند سیر چوب میسوزانی؟ 6 سیر، 7 سیر، 6 سیر میسوزونم. 7 سیر. چند دانه نان پخته میکنید؟ حسابش برات معلوم است؟ معلوم است. 100 170 180 1.5 میپرم. ماشاءالله. دانه چند پخته میکنید؟ دانه 5 روپیه. دانه 5 روپیه. تو با کارت بر از خیر کارت کو مزاحمت نمیشیم که نان نسوزه. صحیح است. استاد بسیار زیاد تشکر. روزت خوش. خدا نگهدار. وطندارای عزیز، آهسته آهسته رسیدیم به آخرین نقطه قریه. اینجا یک برج بسیار قدیمی است که انشالله از این دیدار می داشته باشیم و مبارک صاحب درباره از این برج بر ما معلومات میده. مبارک صاحب خسته نباشی. بخیر باشه. بازم خسته نباشه. شما را الله اجر بده که تا به حال زحمات قبول کرده. آهسته آهسته آمدیم به یکی از جاهای تاریخی کلکان که البته به نام قلعه ملا ویس‌الدین است که البته جاگاه تاریخی خود داره. در صفحات تاریخ و کتاب‌های تاریخ از این قلعه نام برده شده است و تصویری از این قلعه هست. دیگه می‌بینیم داخلش که
جاهای عجیب و برج‌های عجیب دارد. یکی از جاهای تاریخی است به نام قلعه مولا ویس‌الدین است. بسیار خوب. داخل از این قلعه رفته میتونیم؟ بله بله. نام خدا دیوارای بسیار مستحکم که تا به حال دیوارای از این افکارس مبارکی بر دیوار از این 3 متر است. 3 متر بر دیوار 3 متر بسیار قوی. خیلی یک قلعه دیدنی و تاریخی است. اینا که ببینیم باز بفرمایید. مهربانی. سلام علیکم. خسته نباشین حاجی صاحب. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر. سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر. سلام علیکم. اوه اوه اوه. نام خدا نام خدا نام خدا. شما بر دیوار ببینین هموطنان عزیز. بر دیوار است. اینا تا اینجا کی را سیل بکنی اینا 3 متر فکس بر دیوار از این اینا قدر این بر دیوار است. یک وقت ما شنیده بودیم میگفتن سابقا اتو دیوارای بود که سرش یک موتر میرفت. واقعا کم رقم از این قلعه خو 60 اتاق داشت. 60 اتاق شد داشت خو، ولیکن به اثر جنگا و بمباردمانا و اثر جنگای خانمانسوز و بمباردمانا خراب شد. آبادی خود از دست داده، ولی فعلا هم اون آثارش هستن، آثار داره. اینا بسیار خوب. اینطور یک قلعه دیدنی است. ببین که پیش بریم. میریم یگام برجا و یگام جاهایش میبینیم، میبریم بالا. این افکار صاحب به نام خدا نام خدا. برج است که نه ببین که بالای همه نقطه و ساحه کلکان این موقعیت این جای مشرف و بلند است. بین مولوی صاحب نام خدا یک جای ما را آوردین که از اینجا او طرف دی سبز هم معلوم میشه. از اینجا ما تو میتونیم که این طرف دی سبز ببینیم، این طرف باریکا ببینیم، این طرف بگرام، قره‌باغ، این طرف مثلا فرزه و استالف و فرزه و شکردره و گلدره و بسته ساحه کودامن دند شمال دند شمال از نمیجه این طرف اونم میبینی که کوههای سالنگ هم معلوم میشه، تا کوههای سربرفلک هندوکش، سلسله کوههای هندوکش هم از اینجا معلوم میشن. یک بسیار یک نقطه استراتژی و خیلی نقطه حاکم سره در کوهدامن است. شما تاکای انگور ببینین، واقعا که انگور شمالی نامدارترین انگور از افغانستان و اینجا بیشتر از زمینا تاک انگور است. خب ما قول قرار هم داریم که بریم طرف یک باغ. بریم طرف باغ. خب وطندارای عزیز، تشکر خاص از تمام شما عزیزانی که تا این دم ما را همراهی کردین. شما لطف کنین تصویرهای از این جای مقبول ببینید. شما حتی میتونین از اینجا دی سبز بطیایی که در او خشت پخته میشه او را هم دیده میتونین. تمام ایدند شمال ببینین، کودامن ببینین. در ادامه برنامه همراهی شما را خواهان هستیم. با ما باشید. خوب هستین؟ صحتمند چله؟ نام خدا نام خدا. امی تکه را که میگیرن امی را خوب یک نام میگیرن. ایره به نام جولی. جولی. جولی میگیرن. بالا کی را؟ خب بالا یک لالای ماونه است دیگه. بالا بسیار یک است. صدیق جان تبخوش از یک میمان نواز. صدیق جان احتیاط کو که نفتی. ملک صاحب از این بر ما بگوین که در قریه تان، در قریه که ما امروز قدم زدیم به تصویر کشیم، چند دانه خانه است؟ از رسم رواجتان بر ما یکم قصه کنید. امی قریه که گفتی به چند قریه رسمی تقسیم شده. مرکز کلکان، در سطح کلکان 27 قریه رسمی است. 27 قریه رسمی در ولسوالی کلکان که اگر این شمار بکنیم 45 قریه خرد کوچک میشه. حالا آمده ما شما در مرکز کلکان. مرکز کلکان یک حوزه علایده است که به نام حوزه اول یاد میشه. دارای 10 قریه رسمی است. 10 قریه رسمی. این قریه زیارت خوجی میرالسمد که شما دیدید اینجا 366 فامیل داره. نام خدا نام خدا. و اونو قریه که رفتیم که چی بود؟ داش بود.
آها. او 188 فامیل داره. نام خدا. این قریه که فعلا اینجا هستیم، قریه یکی از شاخه‌های قریه خلیفه صاحب به نام قریه باب قنبر است و ایام 380 فامیل داره. بسیار خوب. خیلی همون دین ادا کردیم زمانی که میگیم قریه و قریه. امروز شما فکر کنین وطندارای عزیز ما به 3 قریه آمدیم. از قریه اول شروع کردیم، ما فکر کردیم کلش یک قریه است، ولی در جایی که فعلا ششتیم قریه سوم است. قریه در قریه شد. قریه در قریه شد. یک برادر ما که در درخت بالا شده بود که ما میترسیدم خدای نخواسته نفته اینجا شتکش گپ میزنم. بیادر خوب هستی؟ سلامت باشی، بخیر باشی. قربانت. نامتون بگو برام. نام صدیق الله است. صدیق جان، تکاندن توت میگه یک لذت خدا داره. بسیار زیاد لذت داره که مبری باز یک هوای تازه خاص دیگه داره. باز میتکوری دیگه اینجا دوستا جمع میشه، یکم تا میخوریم دیگه اون خودت میفهمی که دقیقاً. و خوشبختانه بگیم که این شروع توت پخته شدن است. این شروع توت پخته شدن است که این پری اول است که ما فعلا دیگه تا بالا نو نکرده بودیم. خودال را نخورده دیگه نه. ان شاء الله اینا با هم یک جای میخوریم. خیلی شما بسم الله کنین ببین کمی طعم توت هم یک بار بچشیم ببینیم. کرونا امسال خوب بودن، آب و هوا و همه چیز فضل خداوند امیدوار کننده است، خوب است. دقیقاً. حاصلات هم امیدوار کننده است، خوب است. خداوند از آفات زمینی و آسمانی حفظ بکنه. آمین. حاصلات ما را فضل خدا خوب است. توت خالی اولش از دیگه اونقدر صحیح نرسیده است، وگرنه توتا بسیار خوب رنگ داشته میباشن، سرخ میگردن، نه تا به سیاهی تبدیل میشن، خوب رنگ داشته میباشن. برای شروع خوب است دیگه. حالا هم نه از دیگه. اینه باور بکن بعد از دمی جلسه میبینیم اولین بار است که من توت خوردم. میام از برکت پای قدم شماست که این اول بار. یک جهان سپاس که قد ما در این برنامه همکاری کردین. ملک صاحب از خودت تشکر، از جوانایی که نشستن. سلامت باشین حاجی صاحبا. واقعا امروز که ما به زحمت شدین، خدا کنه که از ما آزرده نشده باشین. خواهش میکنیم خداوند شما را عزت بده که شما آمده یاد ما را کرده. این محل اینجا اولین رسانه ای است که اینجا آمده است و این محل این منطقه را به تصویر کشانده. خیر بتتان، سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. مبارک صاحب سلامت باشین، بخیر باشین. ملک صاحب بسیار زیاد معذرت میخوایم با وجودی که بسیار خسته شدیم، ما بسیار پیاده روی کردیم، مجبور بودیم. سلامت باشین، با عزت باشین. وطندارای عزیز، باز هم تشکر خاص از تمام شما عزیزانی که تا این دم ما را همراهی کردین. آیسته رسیدیم به بخش پایان برنامه، گرچه او طرف باغ میوه های دیگه بود ولی وقت که ما یاری نمیکنه که بریم او را به تصویر بکشیم. ان شاء الله در آینده ها اگر شد میایم از اونجا یک گزارش می‌داشته باشیم. تا دیدار بعد، تا قریه به قریه بعدی، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.